Ana این دریاچه خواجه پاک، ana این پیرهه از دهه زیوروس میآید. شاعر غنیزاده و شوکت جان از دریا گذشتند. من و اولین جان با واسطه ana همین پیرهه آمده و از ana همین پول دهه زیوروس میگذریم. ana اولین جان گذشتن دارند میگذرند و از قفو من اینجا دریچه این پول است تا که حیوانات مالها به این سمت نگذرند. اینجا دریچه راست کردند. من این خیلی دریچه رو ما میپوشیم خیلی تا دیگر حیوانات به این سمت نروند. اما این پول چوبین، پولی که دو سمت دریای خواجه پاک را وصل میکند. در سایه شوکت جان و مولا اینجا لبی دریا می نشینند. اولین جان پیوستند و من هم به همون سمت روانم. این پول را به طریق حشر ساختند. خیریت وقتی سیل های خیلی مخوف آن امان مونده است و سیل آن را نگرفته است. حالا من از تگ پول آن را به شما، از تگش پول را به شما نمایش میدیم. خیلی یک پایه بسیار مستحکم ساختند. اول ببینید از سیمان بتونی است و این خیلی شانه ساخته و از چوب ها شانه ساخته و بعد از آن پول را این خیلی ساخته اند به آن طرف دریا وصل کردند. همین پول دهه زیوروس است. ببینید در کوهستان به همین شکل پول ها را می سازند، یعنی کوپروک می سازند.